سخته، واقعا سخته تخریب یه بتونی که با کلی زحمت ساخته شده، اما حالا بعد سالها برنامه پروژه عوض شده. یه سازه جدید باید بنا کنیم، لازمه که سازه قبلی تخریب بشه. بله، مشغول این کار هستیم. با پیکور سازه رو داره تخریب میکنه، بتون و با ضربات بسیار قوی پیکوری که سر بیل مکانیکی وصل شده و همونطور که میبینید داره تخریب میشه. جالبه، نمیدونم. به هر حال باید دید، باید دونست، باید تجربه کرد. یه روزی هم اون چیزایی که میسازیم قراره تخریب بشن، شاید سخت‌تر، شاید آسان‌تر از ساختن. بله، باید جابجا هم بکنیم. با بیل مکانیکی که سرش پاکت وصله جمع و جور میکنیم و این نقاله ها رو حمل میکنیم و بیرون میکنیم از بستر پروژه‌مون از سایت. ببینید